بود بقالی و وی را طوطیی، خوشنوایی سبز گویا طوطیی. در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای طوطیان حاذق بودی. جست از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. از توی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش دست گشت طوطی کلب زرد. این خراب کرد شیشه روغنی میشینی مردم از دندن درشی گز جنه. چی کار میکنی مشتی؟ تو که قندک رو کشتی. کار گربه بوده. روزک چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از اندامه آه کرد. ریش بر میکند و میگفتی دریغ، شیشه روغن و شکست کدک خورد نعمتم شد کچل. زیر میغ. قندک چرا اینطوری شده؟ شیشه روغن منو زد شکست کتک خورد کچل شد. دست بقال من دیگه حوصله بشکسته کار بودی کردن آن نداشت. زمان، چون زدم من مشتری هم که بر سر وارد آن بقالی خوش می زبان. شدن بی اختیار دنبال قندک می گشتن و چون از قندک و شیرین زبونی های اون خبری نبود، بدون اینکه خریدی کنن از مشتی بقال خداحافظی می کردن، از مغازه بیرون می رفتن. هدیه ها میداد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خویش را. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود امیدوار. می نمودان مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد کاندر آید او به گفت. جولقی سر برهنه میگذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. حسنی جان، من یادمه که تو یه وقتی مو داشتی. چطور شد که کچل شدی ها؟ من میدونم طوطی اندر گفت اگه آمد در میدونی خب زمان، بگو ما هم باند بر بدونیم. درویش زد که هی فلان. واضح تر بگو، اصل چیه؟ روغن کدومه؟ بگو. فکر میکنم حسنی هم مثل من دنبال گربه کرده. از چه ایکل با کلم آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ سر من چی؟ چرا کچل شده؟ آدرویش پس تو هم زدی شیشه روغن از ریاسش خنده آمد خلق را، کو چو خود پنداشت صاحب درد را. خوردن از اوستاش بوده، چنین مقایسه‌ای درست نیست. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. هر دوگون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زان دیگر عسل. هر دوگون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دو نی خوردند از یک آب خر، این یکی خالی و آن پر از شکر. 100 هزاران این چنین اشباح بین، فرقشان 70 ساله راه بین. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست.